بار دیگر خواهی دیگر رو برآمد کردن میشه و برآمد بود و همه شما رو به این روزی بسیار تبریک و تهنیت میگویم. دوستان عزیز، مورد صداقتی که شروع مسئول 2021 مقرری کمیته اجرایی یونسکو کلیات متفکر و شورای بزرگ تاریخ محمد جوادی باقری همچون میراث حجتی رسما و فهرست خاطرات جهانی یونسکو وارد کرده است. خب از این رو یک چیز خیلی مهم است میخوام خیلی کنم که همین کلیات همون میدونیم ما درباره کلیات باید اشتباه میدونیم، اما یک چیزی رو کم تحلیل هم نکردیم که کلیات که در این رو بیشتر بودن از 5 کتاب عبارت است. یعنی مثنوی معنوی، دیوان کبیر، دیوان شمس، مجالس سبعه، فیه ما فیه و مطبوعات. مثنوی معنوی اثری اساسی موضوع در ابتدا از سال 1357 با وفات مؤلف اجرا شده ولی ناتمام مانده است. دیوان کبیر یا دیوان شمس از 14,000 بیت عبارت است و 3,500 غزل، قصیده، تحریر و مقطعات و 1,995 رباعی را در بر دارد. مجالس سبعه نسبتاً خردتر بوده موعظه‌های مولانا موضوعاتی در واقعه‌های او با دایره وسیع مفهوم مطرح شده را در بر می‌گیرد. فیه ما فیه یا فیه ما فیه در شکل دستخط از سالهای 716 هجری قمری و 751 هجری قمری در ترکیه انتشار گردیده نسخه‌های آن در کتابخانه و مکتب‌های کشور محفوظ است. مکتوبات مولانا را شاگردان و فرزندان یا دوستان او جمع آورده در شکل کتاب علاهیده جلد کرده. قسمت اساسی کتاب مطبوعات فراگیر 144 مکتوب یا نامه‌های مولانا و فرزندان، خویشاوندان، یاران و دوستان، امیران و وزیران، ولی و ملکه‌ها و یا اشخاص دیگر است. مورد خیلی است که با قانون کمیته اجرایی یونسکو همچون میراث حجت رسما و فهرست خاطرات جهانی یونسکو وارد کرده بود برای کل مردم جهان یک واقعه بزرگ تاریخی و تکان یک چیزی فرهنگی است که اهمیت آن برای رشد معنویت انسان بی‌نظیر است. اگر دیگر شعور و بزرگان دنیا در دایره کشور و ملت و مذهب خود برای تعلیم و تربیت آثاری داشته و چیزی ایجاد کرده باشند، پس مولانای